مرد شادمانی که در این تصاویر دیدید شنبه پس از 1 سال و 9 ماه غیبت در مقابل لنز دوربین ها بار دیگر سوژه رسانه ها شد. البته این بار با لباس زندانی و پرونده‌ای 209 جلدی. داش بکر نفتی نشی آبی بیا نفتی نشی پرونده ما همشون بوی نفت میده قربون شکلت برم. عجب حکایتی شده این داستان پرونده ما. یه سری‌ها خرشون از رو پل رد میشه، یه سری هم گاوشون دو قلو میزنن. مال ما که خرمون رو پل دو قلو زایده تکلیف چیه؟ عجب داستان شد. بگی آقا نفتی نشی برو کنار. رسانه‌ها نیز هر کدام از زاویه‌ای به این محاکمه احتمالاً تاریخی می‌پردازند. یکی از کیف بابک میگوید، یکی از خنده‌های او در دادگاه و یکی هم از زنی 4000 یورویی. هرچه هست میلیاردر نفتی تقریباً آرام به نظر میرسد. آیا او برگ برنده‌ای در آستین دارد؟ برگ برنده تو آستین؟ والا من چیزی اینجوری نمی‌بینم، چیزی پیدا نمی‌کنم در مورد شاید اون موضوع چیزی داره. ما تو سلول آبریزش بینی گرفتیم، یه شیشه قرص ضد حساسیت برداشتن آوردن، دیدم رو عوارض جانبیش که روش بود نوشته بود سردرد و سرگیجه، اختلال در خواب، نارسایی کبد، سکته مغزی، مرگ ناگهانی. او برداره ما رو ببره. هیچ دیگه پشیمون شد الان با آستین پاکش میکنم برمی دارم میبرم. امنیتش بیشتره آخه. آقای قاضی قرقاتی پیشنهاد میکنم این پرونده ما رو اینقدر زیاد هم نزنی برداری ببری، چون میرسیم به قاضی مرتضوی و لاریجانیا و آقا مجتبی اینا، بعد دیگه ما جلو اونا میشیم آفتاب دوست. حالا شما خودتون مال ما که سر و تهش 10-12 تا چای نفت درداشیم بردیم و خلاصه تمام شد رفت. فردا که آقا مجتبی پستش به اینجا بخوره میترسم رو بشه که کل ایران رو با هم دیگه فروخته، بعد هممون باید تا آخر برج تخلیه کنیم برداریم بریم. زنجانی در این شرایط و زیر پوست سیاست و تجارت در حال فربه شدن است. جالب این که او با همه سیاستمداران از هر جناح و جریانی خوب است و گاه مراوده دارد. عکس‌های زنجانی با هاشمی رفسنجانی و مقامات دوره سازندگی، مسئولان اصلی و مقامات دوره اصلاحات، مسئولان و مقامات دوره احمدی نژاد و رئیس جمهور و مسئولان دولت فعلی از او اصطلاحاً مردی برای همه فصول ساخته است. آقای قاضی قرقاتی من ببخشید شطرنجیه میره میاد من حواسم پرت میشه، یکی بیاد وارد بردار ببره. قبل از اینکه کیفرخواست رو بخونی من با بکی هم صحبت کردم، کل اوین و این دادگاه و خودت و دادستان و باقی اراذل باش رو هم دیگه چند نه بگو چند یه طور حساب که مشتریشون برداریم ببریم. آقا والا باز شطرنجی رفت آقای شطرنج. آقا ما رو برداشتیم آوردین اینجا انگار قتل کردیم. بد کردم تو اون دوران تحریم که علما باید نون و شامپو می‌خوردن به عنوان یه بسیجی اقتصادی، اونم به فرموده مقام عظما 4 تا نفتکش برداشتن بردن با برادران قاچاقچی سپاه بردیم تو افق محوش کردیم. خود آقای اکبر آقای رفسنجانی واسه شمردن پولاش توف کم میاره، بعضی موقع نفر برمی داشت میآورد استخدام می‌کرد دهن تو بکن بیشمون دهن تو بعد ما رو برداشتی برده میگیم میلیاردر نفتی. من الان تبدیل به یک الگوی اقتصادی شدم تو جامعه. آقا من موضوع انشاء معلما شدم. علم بهتر از یا بابک زنجانی. البته بابک موضوع انشاء دادن در آینده میخوان چه کاری شوید. طرف نوشته به نام خدا بابک زنجانی پایان. برداشت برده تحویل داده. یعنی میخوام آقا این شطرنجی چی میشه میره میاد؟ شطرنجی چی؟ اسناد نشان می‌دهد هر دو جریان عمده سیاسی و متاسفانه مقامات 4 دولت در این ماجرا بازی خوردند. البته احتمالاً برخی سیاسیون در این ماجرا فراتر از بازی خوردن قلقلک و سر هم خوردند. قلقلک کدومه؟ اون زمان که ما برمی داشتیم چک می‌بردیم واسه مجلس، کل نماینده‌ها رو پلای ما خرقلت می‌زدن و داشتن می‌بردن. نماینده‌های مؤمن به ولایت فقیه دارم میگم ها. حالا مادر ما همیشه از بچگی به ما میگفت خواب مؤمن عبادته. چرا هیچ وقت نگفت کار مؤمن عبادته؟ چون مؤمن اگه بیدار باشه میره دنبال اختلاس کردن و کلاه گذاشتن سر اینو اونو گند میزنه به دنیا. باید خواب باشه تا دنیا در آرامش باشه. پس این مؤمنین به ولایت بخوابید که در ضمن همونطور که مقام عظما گفتن امسال سال جهاد اقتصادیه. من از همه مسئولین میخوام که با توجه به اینکه یه 3-4 ماه بیشتر از سال نمونده اگه اختلاسی چیزی دارن بجنبن بردارن ببرن از قافله یه وقت جا نمونن. ضمناً بعد نیست جریان‌های سیاسی نیز در این ماجرا به نوعی نقد آشکار یا حداقل نقد درونی و پنهانه
عملکرد خود بپردازند. موافقید؟ آقا من در جریان محاکمه فهمیدم که اصلا بحث یک قرون دهشای اختلاس نیست، بحث سیاسیه. منو برداشتن بردن ملعب قرار دادن. واقعا من دیگه نمیتونم تو نظام به جریانی اعتماد کنم. الان فقط میشه به اسرائیل اعتماد کرد، چون لااقل قصد و نیتش مشخصه. سپاس از همراهیتون. نظراتتون رو درباره ویژه‌های هفته از طریق سامانه پیامکی 1600 با ما در میون بگذارید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.